درود. برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا مرور میکنیم با سرخط موضوعهای امروز دوشنبه 20 ایول. مسابقه فوتبال تاجیکان و قرغیزها در شهر یکاترینبورگ روسیه با مشت‌زنی انجامید. جماعت‌های دو ملت راهی آشتی را جستجو دارند. پاندمی کرونا ویروس تقسیم و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان را به تأخیر گذاشت. تو موی مارت تو همین پیدا شدن همون معلوم پاندمی ما پای مراتبه وخوری در سطح دولت گذراندیم. غم مرده ها را کی میخورد؟ قبرهای آرامگاه نوآباد کنار شهر دوشنبه در چنگال اکسکاواتور. نا بابام 7 ماه شده که جای نامی نزدیکی سالده 7 ماه پیش گور کرده گدیم نزدیکی هم جایی که هم نو کانسو دیم. بعد مناقشه گروهی مهاجران تاجیک و قرغیز در شهر یکاترینبورگ که روزهای 18 و 19 ایول سر زد، حالا وضع آرام است و رهبران جمعیت‌های ملی تلاش دارند پیش راه این گونه حادثه ها را بگیرند. فرخ میرزویف رهبر جمعیت تاجیکان و گلشن دالونبایو رئیس جمعیت قرغیزهای یکاترینبورگ که بعد این ماجرا دست به کار شدند میگویند وضعیت آرام است و هر دو جانب هم توانستند مهاجران را آرام کنند تا دیگر مناقشه برنخیزد. روز شنبه یعنی روز پیش در وقت بازی فوتبال بعضی از جوانان قرغیز و تاجیکستانی با همدیگر در ریختند و قرار دادند که روز دیگر بخورده آنها را با معامله خود این مسئله را ماجرا را حل میکنند. فعال جامعه مهاجران قرغیز مقیم شهر یکاترینبورگ گلشن دالونبایو میگوید جانب‌ها راهی حل مصالحت‌آمیز را جستجو دارند. با اطلاع او هیچ نفره در این حادثه ها آسیب ندیده است. ماجرای بین قومی رخ نداده است. ما رهبران سازمان‌های جمعیتی، شورای اقصاقلان و جوانان تمام تلاش را به خرج دادیم تا که این حادثه از راه صلح حل خود را پیدا کند. در ولایت سوردلوفسک و مرکز شهر یکاترینبورگ روسیه تخمیناً 120,000 شهروندان تاجیکستان و 50,000 شهروندان قرغیزستان با کار و درآمد مشغول هستند. خروج بیماری همگیری کووید 19 رواها و تجارت را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از بین برده است. مقامات ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان که با لیلک قرغیزستان هم سرحد است در خط مرز خندق کافته دهها دوربین‌های نظارتی نصب کردند. هدف به گفته مقامات پیشگیری از رواهای ساکنان دو جانب است که می‌توانند باعث سرایت کرونا ویروس شود. برات یوسفی با تفصیلات بیشتر. مقامات محلی در ولایت سوغ میگویند برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مرز تاجیکستان و قرغیزستان در شمال کشور پورا تحت نظارت گرفته شده است. مقامات به خاطر جلوگیری از عبور و مرور ساکنان به نقطه‌ها و مرکزهای گاز و بنزیندهی جانب قرغیزستان در حجم 250,000 سومانی کامراهای نظارتی خریده و نصب کردند. مرز دو کشور در قسمت شمال تاجیکستان هنوز از 21 اپریل بسته شده و نظارت مرز تقویت یافته است. در همین حال مسئولان کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان میگویند گفتگوشنیدها با جانب قرغیزستان در مسئله مشخص کردن مرز با شروع پاندمی کرونا ویروس قطع شده است. سال 2020 اولش تو موی مارت تو همین پیدا شدن همون معلوم پاندمی ما پای مراتبه وخوری در سطح دولت گذراندیم. از نتیجه گروهی کوری که گروهی توپوگرافی که من راهبری میکنم همچون اعضای کمیسیه وخوری گذراندیم. از نتیجهش به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد کرده شده است. رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان از پاسخ به سوال جانب قرغیزستان تبادل کدام منطقه‌های مرزی را به تاجیکستان پیشنهاد کرد خودداری کرد و گفت صلاحیت آشکار کردن جزئیات را ندارد. از لحاظ حسابات دادن سازشنامه بین دو این دولت هست، بین دو راهبری اول سازشنامه هست که با موافقه معلومات باید پیشنهاد کرده شود. برای همین ما با حکومت جمهوری تمام اون کی کارهایی که در این دوره اجرا رسانده شده داده هستیم. وقتی از راهبری اول پرسیدن با جواب‌های مکمل شما گرفته میتوانید.
марзи тоҷикистону қирғизистон тақрибан ҳар сари чанд вақт шоҳиди муноқиша миёни сокинони назди марзӣ мешавад ки баъзан марзбонон низ ба он ҳамроҳ мешаванд. ҷанҷолу тирандозӣ дар минтақаҳои баҳсӣ барои обу замин ва чарогоҳ гоҳе бо хунрезӣ меанҷомад. тоҷикистону қирғизистон 976 километр марз доранд ки токунун ҳудуди 520 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ду тараф бо вуҷуди гузашти солҳо натавонистанд сари минтақаҳои баҳсбарангез ба созиш расанд ва хатти марзро бикашанд. در ادامه موضوع کووید 19 در ولایت سوخت اگر خروج این بیماری همگیر باعث قطع تجارت نزد مرزی شد، در مرکز کشور تجدید و از نوسازی راه دوشنبه باختر به تاخیر افتاد. سبب در چین در ماندن مهندسان و راهسازان چینایی است، چون پیمانکار ساختمان راه شرکتی چینی می باشد. تاخیر در تجدید راه روی مسافران و رانندگان چه اثر گذاشت؟ اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد. راننده ماشین بارکش بختیار میگوید هفته چند دفعه در شاهراه دوشنبه باختر روا میکند. به گفته او بخشی بزرگ این راه اسفالت پوش نیست. راه ناهموار باعث زود ویران شدن ماشین و افزایش خراجات برای تعمیر آن می شود. ولی بیش از همه بختیار از ضایع شدن وقت شکایت دارد. مشکلی که در همه کی مثال نه در رفتن ما اگر دوامناکی رای ما پیش وقت مقصد 3.5 ساعت بود، بازی 5 ساعت دیگه. رانندگان دیگر هم شکایت دارند که رفت و آمد در شاهراه دوشنبه باختر باعث ویران شدن ماشین‌هایشان می شود. آنها از تأخیر تعمیر و بازسازی این شاهراه ناراحتند. راه باید بسیار بگردی خداوی دارن چی میکنه و خداوی ریمان میکنه. خیلی چقدر پستی داره تمام اسفال نداره. ماشین چیکار میکنه؟ خیلی ترق بزنه. بعضی جاهاش ولی ساده بعضی جاهاش عمارت است. 400 500 تومان فقط برای قسمت احتیاطی ماشین در یک ماه. شاهراه دوشنبه باختر یکی از مهمترین راههای داخلی تاجیکستان بوده، آن را در یک شبانه روز تا 10,000 ماشین عبور میکنند. طبق نقشه تیر سال روان میبایست مرحله اول این لایحه به پایان میرسید و 33 کیلومتر این شاهراه برابر به 82 کیلومتر اسفالت پوش میشد. اصلاً وزارت نقلیات تاجیکستان تصمیم دارد که تا سال 2022 تعمیر و بازسازی شاهراه را تکمیل نماید. سرمایه‌گذاری مرحله اول این طرح را بانک آسیایی رشد بر عهده گرفته بود. از سبب سرایت کرونا ویروس متخصصان چینی نمی‌توانند به تاجیکستان آمده کار را ادامه دهند. از این رو اجرای برنامه به احتمال زیاد تأخیر می‌یابد. در ماه اکتبر البته یک قسمتش هم ممکن میتونیم ما چکنیم تیار کنیم. با تکمیل شدن بازسازی شاهراه دوشنبه باختر، رفت و آمدی با سرعت میان پایتخت تاجیکستان و جنوب این کشور تأمین شده، شبکه راههای اروپا با شبکه راههای آسیا پیوست می شوند. این راه نزدیکترین از دوشنبه به افغانستان و چین است. سال گذشته رسانه‌های تاجیکستان نوشته بودند که حکومت جمهوری می‌خواهد حرکت در شاهراه دوشنبه باختر را پلکی کند، ولی سرپرستان این لایحه موافقت نکردند. آژانسی مبارزه با فساد بر ضد 5 افسر میلیسا در منطقه کولاب با اتهام رشوه‌خواری، قلابی، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری پرونده باز کرده است. کارمندان پلیس به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، ساختکاری خدمتی یعنی دستکاری، سندها و قلابی در حجم بزرگ متهم می‌شوند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. 4 عدد آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کولاب 5 افسر میلیسا را با گمان رشوه‌خواری، قلابی، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری بازداشت کرده است. نسبت
მოვინის სარდოი შევიკიდე და ნორიაი ნოსირი ხსლავ სუნჰი ჯონი ნოზიმ بومود اساسا چورا سه 4000 سه کارمند دیگر شعبه کارهای داخلی واسه برای طلب مبلغ از یک گمانبر بازداشت شدند. 8000 درصد از سه نفر گرفتگی است. یکی خیلی به طرز مثلشون از مود اساسا نزدیک قسم سیاحتی پرونده جنایتی اوضاع در تفتیش قرار دارد. مقامات گفتند که تفتیش پرونده 5 کارمند میلیسا ادامه دارد. نظر میلیسه ها و وکیلان دفاعشان هنوز دسترس نشده است. از این پیشتر دادستانی ولایت ختلان گفت که در نیم سال گذشته 14 کارمند میلیسه را در ولایت برای قانون شکنی های گوناگون از کار راندند. زمینکوبی اکسکاواتور در پایان قبرستان آنهایی را که عزیزانشان در آرامگاه نواباد کنار دوشنبه خاک شدند نگران کرده است. با آغاز کارهای ساختمانی و خاککنی اکسکاواتور چند پارچه استخوانی دفن شدگان بیرون آمدند. ساکنان میگویند در زمین آرامگاه ساختمان بینا و بیرون آوردن استخوانها بیرون از اخلاق است. مقامات میگویند در این گورستان دفن جسدها منع شده است. همکارم در شهر دوشنبه به نزد آرامگاه رفت و نظری جانبها را شنید. جنیدالله سنگوف هر بگاه به این آرامگاه می آید. سر منزل دخترچه 8 سالش که 4 ماه پیش فوتیده بود دعا می کند و به گل و درختان آب می دهد. دیدن صحنه کندن قبرستان با اکسکواتورها چند پیش این پدر را ناآرام کرد. استخوان را مثال و جمع کرده و یک جدا بجو کرده من نمیدونم و ایروی قانون ایروی چی درست است نیست مثال همراه خیلی چورش همه ده یا ایروی قانون باشه خیلی سازه نه که غیر قانون باشه جوابش گوید مثال. جنیدالله میگوید در این مکان نه تنها جگربندی و بلکه چند عزیز دیگرش هم خوابیدند. او میترسد که اگر این حال ادامه کند قبرهای نزدیکان او هم از بین میروند. همه خیلی رفتن گیره تو بالا را میروند مثال. کدوم اینجا خواه آرامگاه ده ممکن صاحبو یا نمیدونن که در این درجه کار کدستیان. مأموریت مؤسسه دولتی ریاست آرامگاه‌های شهر دوشنبه میگوید این آرامگاه هنوز با قرار شهرداری سابق دوشنبه بسته شده است و دفن کردن مرده‌ها در اینجا منع است. هرچند ساکنان اطراف هنوز هم نزدیکانشان را اینجا میگذرانند. زین العابدین نظروف رهبر این مؤسسه نگرانی ساکنان اطراف آرامگاه را برای کندن یک کنار آن و آغاز ساختمان رد کرد. اما گفت ریاست آرامگاه‌ها برای ساختن ایستگاه تکنیکی در نزد قبرستان به حکومت شهر مراجعت کرده است، اما تا هنوز اجازه مقامات را دریافت نکرده است. هم تکنیک‌ها را ما اون تکنیک‌ها را نمی‌دونیم نه اون کسی گفتگیم شما بکنید. اما یک چند استخوانی که وقت در راهی همین منزلگاه همون که استاد کبت سلیمانوف کامسالی که همون دادرسیزه همین را در جای در همون استخوانایی که کند دستن آوردن در همون لوای را جای در کم چکدن تحقیق کرده دستن همونا را برآوردن مو بچه را ما تحقیق کردن گرفته برده در آرامگاه گرفتن چیزی محکمشون کردن. نظروف گفت بر اساس شریعت اسلام زمین آرامگاه‌ها بعد از 40 سال دفن آخرین میت میتواند هموار یا برای بنیاد ساختمانی دیگر استفاده شود. این قبرهای نو گورستان دختر ما 4 ماه پیش همینجا کسل شدگی خوب گور کردگی میشه خیلی قبر نوی که 4 ماه سال نه بابام 7 ماه شده که جای نمی نزدیکی استاد 7 ماه پیش گور کردگی بودیم نزدیکی هم جایی که همینو کانسودیم. این بار اول نیست که ساکنان از تخریب آرامگاه محلی زیستشان شکایت میکنند. در گذشته چنین بحث‌ها با شرکت‌های ساختمانی یا افراد تخریبگر حتی تا دادگاه رفته است. دانشمندان بریتانیا با تحلیل اطلاعات یک ضمیمه تلفنی و استفاده معلومات درباره بیماری کووید 19 6 نوع این بیماری را آشکار کردند. گروه محققان کالج سلطنتی لندن دریافتند که این 6 نوع بیماری از نظر واگیری از هم تفاوت دارند. بینندگان عزیز اینجا وقتی برنامه ما به پایان رسید. تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. یادآور می‌شویم فردا صبح شما را با خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما باشد.